سلام، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. در این برنامه قصد داریم که فسادها، رانت‌ها و لابی‌های حسین فریدون برادر رئیس جمهور فعلی ایران حسن روحانی رو برای شما رو بکنیم و برای اولین بار در برنامه پشت پرده اسناد، مدارک و ویدیوهای محرمانه‌ای رو می‌کنیم که نشون میده حسین فریدون شاه کلید رانت‌ها و لابی‌های حسن روحانی در دولت اصلاحاته و باید حسین فریدون و حسن روحانی بعد از دیدن این ویدیو و البته وزراشون پاسخگوی این اسناد و مدارک باشن. پس حتما این ویدیو رو تا انتها دنبال بکنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و البته کانال یوتیوبی پشت پرده رو هم سابسکرایب بکنید و دنبال بکنید که چرا در قسمت‌های آینده ویدیو و اسناد محرمانه‌ای رو می‌کنیم که نشون میده چقدر فسادهای مالی و اخلاقی داره در جمهوری اسلامی ایران رو. پس حتما کانال پشت پرده و این ویدیو رو تا انتها دنبال بکنید. برنامه اینترنتی پشت پرده. خب آغاز میکنیم پشت پرده های پنهان حسین فریدون برادر رئیس جمهور فعلی ایران حسن روحانی. حسین فریدون رو شاه کلید رسیدن به حسن روحانی میدونن. برای اینکه هر کسی بخواد فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی بکنه ابتدا باید با حسین فریدون رانت یا لابی بکنه. حسین فریدون با دو هویت فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی خودش رو در دنیای بیرون انجام میده و برای اولین بار شاید این جالب‌ترین پشت پرده باشه، چرا که این شخص با دو تاریخ تولد و دو شماره شناسنامه متفاوت فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی میکنه، چرا که او عضو تیم حفاظتی و امنیتی امام خمینی در سال 1158 هم بوده. هویت اول او متولد 1 اردیبهشت 1336 در سمنان رو برای حسین فریدون با شماره شناسنامه 17 نشون میده و هویت دوم حسین فریدون رو اینجور باید گفت که او متولد 1142 با شماره شناسنامه 170 در سمنان. و اولین سوالی که پیش میاد این هستش که چرا حسین فریدون دو تاریخ تولد متفاوت و دو شماره شناسنامه متفاوت رو داره. در سندی که توسط بنیاد مسکن امام خمینی در سال 58 از حسین فریدون لو رفته نشون میده که حسین فریدون اینجا در این سند تاریخ تولدش 1336 و شماره شناسنامه 170 ثبت شده. اما نکته جالبتر این هستش که پیج ویکی‌پدیای حسین فریدون که توسط تیم سایبری دفتر ریاست جمهوری مدیریت میشه او رو متولد 1342 نشون میده و از طرفی اسنادی به بیرون منتشر شده که نشون میده حسین فریدون حلقه اول تیم نیویورکیا هستش. بریم یه گزارش راجع به تیم نیویورکیا ببینیم، برگردیم با شما هستیم. آمریکایی‌های مذاکرات ایران پروژکت بیشتر دیپلمات‌های کهنه‌کار شاغل در اروپای شرقی بودند با تجربه موفق از چندین پروژه فروپاشی و ایرانی‌های حاضر در این جلسات دیپلمات‌هایی بودند که بعدها معروف شدند به حلقه نیویورکی‌ها. باند نیویورکیا کمون من نمیخوام از اون ماجرا کنم، ولی به هر صورت بله دقیقاً همون بوده. شما یعنی وقتی که دفعه اولی که من با تیم نیویورک آشنا شدم آقای حسین فریدون حضور داشت، آقای ظریف وجود بودن، خیلی از آقایونی که جزو کمک کننده به این تیم مذاکرات بودن تو اون تیم وجود داشتن. With the now foreign minister, then Iranian ambassador to the United Nations named Javad Zarif. جالب بود که ایران پروژکت هم با سرمایه گذاری بنیاد راکفلرها راه افتاده بود. بنیادی پر رمز و راز و با قدمتی 100 ساله که به گفته رسانه‌های آمریکایی تاکنون بیش از نیمی از رؤسای جمهور و وزرای اصلی دولت‌های مختلف آمریکایی از اعضای این بنیاد بودند. خب این راجع به تیم نیویورکیا شما میتونید خودتون برید تحقیق بکنید و حتما برنامه‌ای رو در قسمت‌های آینده راجع به پشت پرده تیم نیویورکیا هم به بیرون خواهیم داد که خیلی اطلاعات جالب و محرمانه‌ای از این تیم نیویورکی‌ها به دست اومده. و نکته بعدی هم این که
مدرک تحصیلی حسین فریدون هم خودش اصلا داستانی داره. شخصی که خودش رو دکترای علوم سیاسی میدونه، اسنادی به بیرون درس کرده و برای اولین بار در برنامه پشت پرده به نمایش میگذاریم که دکترای ایشون هم حتی جای سوال داره و ایشون مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشدش رو هم با لابی گرفت. در تصویری که میبینید نشون میده که مدرک تحصیلی آقای حسین فریدون معدل کل 13.33 رو در تاریخ 35,173 نشون میده، اما استعلام سازمان سنجش که طبیعتاً وزراش هم زیر نظر آقای روحانی هستند معدل 17.38 ثبت میکنن. ماشاءالله خوشش‌دار هم هستن دیگه، 13 رو میکنن 17. کلا ما داشتیم دیگه توی افراد سیاسی در دورهای قبل، آقای کردان و داره دستشون هم از این کارو کرده بودن. یه طرف مثلا دیپلم بود میشد لیسانس، بعد یهو دکترا. مثلا تا دیروز صدا و سیما زیرنویس میکرد مثلا مهندس فلانی، بعد یهو از شب خوابیدن صبح بلند شدن طرف شد دکتر. آقای حسین فریدون رو هم ما باید خطاب بکنیم که دکتر حسین فریدون دیگه، اینجوری که دارن اینطوری استعلام میدن دوره همن دیگه. این وزیر اون میگه داداش یه مدرک بزن قربون دستت، افتخاری حالشو بکنیم دیگه. این اتفاقات میفته. بگذاریم. آقای حسین فریدون در مذاکرات 5+1 اون موقع بود که بیشترشون رسانه‌ای شدن در مذاکرات لوزان و اون مذاکرات 5+1 تصویرشون زیاد دیده شد. بعد توی بالکن هتل‌های ژنو ایشون با آقای ظریف دیده شدن و حال اینها حلقه نیویورکی ها بودن. بعد گفتن که آقای حسین فریدون حلقه اول و چشم و گوش حسن روحانی هستن و در مذاکرات به زبان سمنانی و سرخه‌ای و تیم سرخه‌ای اینا داشتن برای خودشون صحبت میکردن و اطلاعات رو رد و بدل میکردن به خاطر اینکه شنود نشه در ژنو سوئیس مذاکرات هسته‌ای ایران و مذاکرات 5+1. اما نکته جالب‌تر این که آقای حسین فریدون که به قول دیپلمات هستن، ببینید چقدر قشنگ رسانه‌های غربی و انگلیسی از ایشون سر بزنگاه حمایت کردن و من وقتی در برنامه‌های قبلی میگم که ارتباطات مخفی بین بعضی از دولت مردان با رسانه‌های امریکایی انگلیسی هستش، شما باید از طرز بیان کسری ناجی یکی از خبرنگاران ارشد BBC این قضیه رو بشنوید که دقیقاً تو همون برهه‌ای که انتقادات از حسین فریدون شد، ببینید چقدر قشنگ و اتو کشیده ذهن مردم رو به یه سمتی هدایت میکنه که حسین فریدون چقدر دیپلمات اوکی هستن و اصلا بهتر از ایشون وجود نداره. بریم برنامه BBC رو و توضیحات کسری ناجی رو ببینیم برگردیم. آقای فریدون برادر رئیس جمهور ایران، از دیپلمات‌های با سابقه است. قبلا سمت سفیر داشت در سازمان ملل، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل. قبل از اون در مالزی سفیر بود. من اون رو از نزدیک دیدم و کارش رو دیدم. از جمله دیپلمات‌هایی است که مردمدار و سیاست جذب و دفع نیست و خیلی ها رو میخواد داشته باشه و حمایت جلب کنه. دیپلمات با سابقه است. من فکر میکنم مشاورت های او برای رئیس جمهور خیلی به اصطلاح کارساز باشه و اینکه وجود او اینجا در واقع این خاصیت رو داشت که امروز برگشته به تهران، میتونه از نزدیک با رئیس جمهور ایران صحبت کنه در مورد راههایی که ممکنه بتونن این مذاکرات رو پیش ببرن. یه نکته جالب رو آقای کسری ناجی به اون اشاره کردن، این که آقای حسین فریدون 8 سال سفیر ایران در مالزی بودن. نمیدونم یادتون هست تو چند سال گذشته بحث روغن پالم در ایران خیلی بالا گرفت و گفتن که روغن پالم ضرر داره. شخص اول و نفر اول وارد کننده روغن پالمی که پر از ضرر هستش در ایران شخص نیست جز حسین فریدون. ایشون با لابی هایی که با کشور مالزی داشت روغن پالم رو وارد ایران میکرد و ثروت میلیاردی به جیب میزد. اصلا سلامت و بحث جون مردم برای ایشون مهم نبود. شخصی که اون زمانی که سفیر بود با مالزیایی‌ها رابطه و لابی زد و تونست روغن پالم رو وارد بکنه. بریم یه گزارش راجع به روغن پالم و نمیدونم صحبت‌های وزیر آقای روحانی رو تو طول این چند سال گذشته بشنویم و ببینیم که چقدر جون مردم ماشاءالله برای اینها پر ارزشه و اصلا بحث پول و رانت و لابی براشون مهم نیست. ببینیم مردم با بیان زیباشون گفتند روحانی متشکریم.
همین معتاد 93 بود که جناب حسن آقای هاشمی فرمودن روغن پال بدترین چربی توی ماست و شیره. فرداش باز جناب وزیر فرمودن پال برای سلامتی خیلی بده، خیلی. چند روز بعد جدی‌تر شدن و گفتن ما درباره سلامت مردم با کسی شوخی نداریم ها. معاون جناب وزیرم گفت دیگه به هیچ وجه نمیذاریم واردات روغن پال بیشتر از این بشه. تازه داشتیم به چنین وزارتخونه‌ای افتخار میکردیم که یهو حسن آقای روحانی تو مالزی گفت مالزیایا میگن روغن پالم سالمه. نخست وزیر مالزی هم ضمن تایید عراید جناب رئیس گفتن bergantung kepada kekuatan kita. بعد از این ماجرا حلیچی برای ماسمالی کردن قضیه گفت از اولم نمیخواستیم که کامل حذفش کنیم، نمیشه آقا نمیشه. وزیر بهداشت هم که مونده بود چجوری داستان رو جمع جور کنه گفت البته روغن پالم هم خوب و بد داره. بله تا جایی که من یادمه واردات این روغن چرب و چیلی دقیقاً برمیگرده به زمان سفیر بودن حسین آقای فریدون تو مالزی. البته شاید هیچ ربطی نداشته باشه، راست و دروغش دیگه با شما. بله دیگه راست و دروغش با خود شما. و آقای حسین فریدون از همون اولم ارتباطات خیلی خوبی داشت با آقای حسن روحانی که برادرشون بود دیگه. توی انتخابات سال 92 این حضور خیلی پررنگ‌تر شد. تو تمام همایش‌ها کنار آقای حسن روحانی بود، با هم سفرهای استانی میرفتن و توی بعضی از نطق‌ها خود آقای حسین فریدون نطق‌ها رو مینوشت. اما یه سوالی که اینجا وجود داره آقای حسین فریدون، شما لطف کن بگو که ارتباط شما با آقای مجتبی جعفری طیار، شخصی که استخاره می‌کردن، جن میگرفتن، رمالی میکردن، چی بود؟ آقای مجتبی جعفری طیار که دوست جونجونی و رفیق گرماب و گلستان شما آقای حسن روحانی بود، شخصی که 132 خط تلفن در قم داره و نفری 5000 تومان برای استخاره ها میگرفت. نزدیک انتخابات چه ارتباطاتی بین شما و آقای مجتبی جعفری طیار وجود داشت که 1 میلیارد تومان به استعداد انتخاباتی آقای حسن روحانی کمک میکنه با رانت و لابی هایی که انجام میشه؟ بعد هم آقای حسن روحانی میاد توی انتخابات سال 96 بعد از اینکه آقای مجتبی جعفری طیار رو به جرم مرتد بودن و جنگیری و رمالی دستگیر میکنند، اینطوری واکنش نشون. آقای رئیسی عزیز، شما قاضی، دست شما بازه، همه کار میتونید بکنید، دادستان روحانیت هم هستید، میتونید همه علما رو دستگیر بکنید. باید بپرسیم علما چه از شما کشیدن. بله دیگه اینجوری پولهای میلیاردی تو ستادهای انتخاباتی رد و بدل میشده و همیشه آقای روحانی میدونید چی برای من جالبه و باید پشت پردهش رو بشه، این هستش که آقای روحانی همیشه تو سخنرانی‌هاشون میان تیم قبلی و دولت قبلی رو به اینکه اونها دارن فساد مالی میکنن، اونها دنبال رمالی بودن، دنبال خواب بودن، دنبال جرگیری بودن مسخره میکنه و همیشه توی سخنرانی‌هاشون میاد میگه که ما نه خواب دیدیم، نه جنگیری کردیم، نه رمالی کردیم. شما لطف کنید بگید که همسر خودتون و همسر حسین فریدون قبل از انتخابات سال 96 چی کار میکردن توی قم و توی اون خونه اون شخصی که رمال بودن اونجا چی کار میکردن؟ بریم اول صحبتهای شما رو بشنویم که رمالها و جنگیرها رو مسخره میکردید، بعد هم من با سند و مدرک نشون میدم که همسر شما و همسر برادرتون آقای حسین فریدون چجور سر از خونه رمالها و جنگیرها در آوردن و فیلم‌ها و ویدیوهاش بیرون اومد. مسیری که دولت انتخاب کرده است مسیر درستی است. ما باید نقد شویم، باید از ما انتقاد کنند. ما دارای عصمت نیستیم، متاسفانه یا خوشبختانه خواب هم نمیبینیم. به فال و فالگیر و جنگیرم از اول. میدید این خنده های آقای حسن روحانی و حسین فریدون و دار دستش که اونجا نشستن برای چی هستش؟ اینا میخندن به ریش من شما. چرا؟ چون خانم های خود آقای حسن روحانی آقای حسین فریدون میرن ارتباط میگیرن با رمال ها و جنگیرهای قم
که شبونه اینا رو دستگیر میکنند. بعد آقای حسن روحانی میگه که چرا دستگیری ها چهارشنبه و پنجشنبه انجام میشه که قوه قضاییه تعطیله. بعد از اون هم مجتبی ذوالنور. ببینید من این دستگیری ها و این اتفاقات رو از خودم در نمیارم که بیاد حرف در بیاد، مستند با صحبت‌های خود آقای نماینده مجلس با شما مقایسه می‌کنم. اینکه آقای مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس میاد در صحن علنی مجلس هم اعلام میکنه که آقای رئیس جمهور و برادر ایشون دستگیر شدند در یکی از این خونه‌های رمال‌ها. بعد هم رفتن حساب اون رمال جنگی رو چک کردن، دیدن 10 میلیارد تومان پول تو حسابشه. بریم این صحبت‌ها رو بشنویم که من نگفته باشم، مستند از قول نماینده مجلس گفته میشه. میدونید که حرفای نماینده مجلس هم مستنده و افرادی هستن که به هر حال اخبار محرمانه رو هم اونها دسترسی دارن. آدرس عوضی به مردم ندهید. آقای رئیس جمهور، چرا باید زن برادر شما در منزل یک رمال دستگیر شود و وقتی از حساب این رمال سوال می شود که 10 میلیارد تومان در حساب شما چه می کند، می گوید از همسر فلان کس به من داده شده دست بین پول نزنید، و وقتی دستگیر می شود استاندار و دبیر شورای عالی امنیت ملی اجازه نمیدن روال قانونی طی شود و جز چند ساعت باید کسی که در کنار یک رمالی که وصل به سرویس های جاسوسی بیگانه است متشکرم آقا. یه دقیقه اضافه صحبت کردید. شکم مردم است که امروز گرسنه است، نه آدرس های عوضی. و السلام علیکم. خیلی ممنون، متشکرم. میدونید چی قضیه رو جالب تر میکنه؟ اینکه آقای حسین فریدون برادر رئیس جمهوری که خودشون دیپلمات هستن و حکم گرفتن در دولت آقای روحانی، هیچ وقت نیامد صحبتی راجع به صحبت آقای ذوالنور بکنه که خانم ایشون در خونه یک رمال دستگیر میشه، پولهای میلیاردی و میلیونی رد و بدل میشه. خود آقای روحانی هیچ وقت نیامد صحبت بکنه، ولی خب همیشه میاد انتقاد میکنه از دولت قبل، از آقای احمدی نژاد، و میگه که اونها رمال جنگیر داشتن، ما پاکیم. خب اسناد و مدارک و صحبت‌های نماینده مجلس هست، شما چرا نمیاد صحبت بکنید؟ بگذاریم. قبل از انتخابات سال 92، یعنی در تب و تاب سالهای 1390 تا 92، در انتهای دولت آقای احمدی نژاد بازار ارز نوسانات بسیاری داشت. شاید برای شما جالب باشه که بدونید یکی از عامل‌هایی که باعث شد که قیمت ارز بره بالا شخص آقای حسین فریدون بود. شخصی که در تاریخ 30/11/1390 اومد یک شرکت نقل و انتقالات ارزی و به قولی صرافی رو با شخصی به اسم علی صدقی راه اندازی کرد و با دستکاری کردن بازار ارز یه جمشید بسم الله دوم شد و تونست بازار ارز رو در اختیار بگیره و 30% بازار ارز ایران و حوزه خلیج فارس رو بر عهده بگیره و باعث شد که قیمت ارز یهو بالا بکشه، همه اجناس بالا بکشن و تیر همه اینها بره تو چشم آقای احمدی نژاد و بگن که آقای احمدی نژاد مقصر بوده و ایشون قیمت ارز رو بالا برده. اما یکی از دلال‌های اصلی قیمت ارز شخصی جز آقای حسین فریدون نبوده. آقای حسین فریدون، جالبه که آقای جهانگیر در انتخابات میاد یه سوتی میده و میاد میگه که یه صرافی قیمت‌های ارز رو بالا و پایین می‌برده و یادش میره که این صرافی برادر آقای رئیس جمهور حسین فریدون بوده. بریم صحبت آقای جهانگیر رو قبل از انتخابات سال 96 بشنویم که اینجوری خودشون رو لو میدن و فسادهای خودشون رو زیر سوال میبرن و فکر میکنن که برنامه‌ای مثل پشت پرده نمیاد که بتونه پشت پرده‌های اینها رو بکنه. ارز میرفت بالا در داخل کشور، فکر میکردن که راه این که ارز بیارن قیمتش پایین، ظرف 17 ماه 22 میلیارد دلار فروختن که قیمت ارز در تهران بیاد پایین. 30% یه صرافی فروخت. اینجوری منابع کشور، یه ایرانی اگه بخواد از فرودگاه بره خارج از کشور جیبش میگردن 5000 دلار نباید بیشتر از کشور خارج بکنه. هر ارزی میره بیرون باید به جاش یه کالایی وارد کشور بشه. میتونه یه کشوری بگه من ارزم میدم ببرن بیرون؟ ارز ما به ازا باید بیاره برای کشور. از این تصمیمات زیاد گرفته شد.
بله دیگه، اینطوری غارت میکنن مملکتو. خود آقای جهانگیری هم فکر نکنید اینجوری دل سوزانه داره صحبت میکنه. خود ایشون هم یه سندی رسیده به برنامه پشت پرده که قرارداد واگذاری زمین با آقای جهانگیری بوده تو سال 78 و یه زمینی به متراژ 285 متر به ایشون دادن که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تو سال 78 و آقای جهانگیری هم کم نخورده از این دولت و این سیستم که الان اینجوری داره دلسوزانه صحبت میکنه. آقای حسین فریدون هم که نماینده مجلس نیست راجع به ایشون صحبت نکرده باشه، از کسایی که توی مجلس سمت دارن تا کسایی که توی فراکسیون های مختلف تحقیق و تفحص میکنن. بریم صحبت های 2 تا از نماینده مجلس راجع به آقای حسین فریدون بشنویم و اینکه وام هایی که به اطرافیان آقای فریدون داده شده، وام هایی که به خود آقای فریدون داده شده، به همسر ایشون داده شده، واقعا آدم سرش سود میکشه. بریم این صحبت ها رو بشنویم برگردیم به شما است. آقای رئیس جمهور، با جناب آقای جهانگیری در مناظره فرمودید که نقطه سیاهی تو پرونده ما اگه کسی پیدا کرد جایزه داره. سوال، اولا نقطه سفید توش به ما نشون بدید. 2 جناب آقای رئیس جمهور، شما نفرمودید که بستگان نزدیک شما وقتی وام 400 میلیاردی با بهره 0% میگیرن این نقطه سیاه یا سفیده؟ آقای رئیس جمهور نفرمودید وقتی توسط باند سرخه‌ای ها آقای دانیال زاده بدهکار چند هزار میلیاردی به شعبه بانک ملت امارات معرفی میشن 1600 میلیارد تومان وام میگیرن با بهره 1%، اینو میارن در بانکی در چهارراه جهانگیر کودک سپرده میکنن با بهره و سود 20% و بعد خونه 16 میلیاردی برای زن برادر شما آقای دانیال زاده در شما. برادر رئیس جمهور، کسی که رئیس جمهوره، دستیار ویژه‌اش مرتکب سوء استفاده ها یا فساد مالی ارزی حداقل 70 میلیارد تومان، همین عنوان جرم حسین فریدون، همه اون کسانی که پول رد و بدل کردن رو در رو شدن. خب میخواد با برادر رئیس جمهور برخورد کنه. رئیس جمهور کی؟ آقای حسن روحانی. چه زمانی است؟ سال 1395 96 چه خبریه؟ میخواد انتخابات ریاست جمهوری جدید اتفاق بیفته. 12 کی نامزده؟ آقای روحانی. برادرش کیه؟ حسین فریدون. 3 تا شخصیت، آقای اژه‌ای، آقای خلفی و دادستان کل، این 3 نفر با آقای دکتر حسن روحانی جلسه میذارن قبل از انتخابات. پرونده رو میبرن، میگن این مستندات مفاسد برادر و دستیار ویژه شماست. ایشون میگه اگر بخواید برخورد کنید یعنی اعلام جنگ به من کردید، یعنی قصدتون یک تو انتخابات منو بزنید، یه همچین تعبیر. اینا میرن که اقدام بکنن ولی ایشون توجیه کنن. موقعی که ایشون اینجور برخورد میکنه، خب این 3 نفر میان بالاخره مصلحت نظام رو در بر نگاه میکنند، کل حضور مردم رو، جفسازی های دشمنان رو، قهر کردن رئیس جمهور رو، اینا همه رو محاسبه میکنن، تصمیم میگیرن که بعد از انتخابات برخورد کنن. ولی نمیتونن هم بیان بگن. حالا اینجا نکته‌ای که قابل توجه هست، یک کسی که مفاسدش اینجور آشکاره برای من، تازه یه بخشش قرار صادر میشه براش سنگین با چونه و چونه زنی به 35 میلیارد تومان تقلیل پیدا میکنه. این 35 میلیارد از کجا میاد؟ از تو کابینه از وزرا جمع میشه. یک وزیر اکثر این پولو داده که خودش هم میگه من گفتم که پول زیاد دارم. آخه وزیر بیاد وثیقه سنگین برای رهایی یک مجرم و هم توی این مفاسد بسپاره، خیلی تکان دهنده است. آقای نوبخت هم خودش تو اظهاراتش بگه همه ما کمک کردیم. هر که فقیر فرق میکنه. این فتنه برخورد با حسین فریدون و امثال اینها، برخورد از نوع فتنه که با صبر و حوصله باید برخورد کرد که ریزش افکار عمومی نداشته باشیم. صبر قوه قضاییه اینجا برای اینه. من سرجم برخورد قوه قضاییه، شخص رئیس قوه رو در برخورد با فتنه و این مفاسد برخوردها و رفتارهای کاملا قابل قبولی میدونم. خب پشت پرده های پنهان حسین فریدون قسمت اولش رو اینجا به پایان میرسونیم، به خاطر اینکه این برنامه بعد زیر 30 دقیقه باشه، ولی تو قسمت های بعدی حتما اطلاعات جالبی راجع به دختر آقای حسین فریدون، مریم فریدون، همسر ایشون سجاد خوشرو که هر دو در لندن زندگی میکنن، ارتباط این دو با مسیح علی نژادی که در حال حاضر داره به عنوان یک اپوزیسیون و یک برانداز علیه ایران فعالیت میکنه، برای شما رابطه هاشون رو
رو میکنیم آقای رسول دالینالزاده، آقای علی صدقی و وامهای میلیاردی که آقای حسین فریدون به برادر خانومشون دادن و همه اینها توی قسمت‌های بعدی رو میکنیم پشت پرده‌اش و راجع به رانت‌ها و لابی‌ها و انتصاباتی که آقای حسین فریدون باید مستقیما در اونها نقش داشته باشه و باز هم ارتباطات ایشون با یه سری رمال‌ها و جنگیرهایی که یه تیکه‌هاش رو توی قسمت اول گفتیم. پس حتما کانال یوتیوب ما رو دنبال بکنید که قسمت‌های دوم و سوم رو هم به زودی در روزهای آینده منتشر میکنیم و اسناد جالب و عجیب و غریبی برای شما داریم. و اینکه آقای حسن روحانی که مبارزه میکنن با فساد و خانواده های خودشون توی لندن و امریکا با این وضعهای عجیب و غریب میگردن و فقط به ریش ملت ایران میخندن. پس حتما قسمت های دوم و سوم رو هم منتظر باشید که طوفان پشت پرده ای رو برای شما داریم. پشت پرده.